این سر گزینه ریباند چیه؟ اینو که میذاریم کنار، دیگه با ریباند دخالت نداره. اسفنجو آسیاب میکنن، خورد میکنن، داخلش چسب میریزن که قرمز رنگه که خود معمولا پارچه رو به چوب یا اتصالات مبل میچسبن، از همون نوع تقریبا چسب استفاده میشه که زیر فشار قرار میگیره و دانسیته 60 و 80 داره. حالا میریم سر گزینه بعدی، فوم. خود فوم گرم داره، فوم سرد داره و مدل‌های مختلف دیگه. این فومی که ملاحظه میکنید رنگش زرد، فوم گرمه که دانسیته 90 کیلوگرمه. این کار بسیار میشه گفت از اسفنج و ریباند قوی‌تره. بعد از این میریم سر گزینه فوم سرد که دانسیته 120 داره. شما ببینید چقدر این کیفیت داره. این فوم سرد سفید رنگه و داخل محصول استفاده میشه. متاسفانه همکاران میگن وجود خارجی نداره یا اصلا نیستش. من خدمتتون آوردم داخل مبلمون استفاده شده، دقیقاً همین جنس فوم سرد که استفاده میشه و ما داریم استفاده میکنیم و میزنیم. بالاتر از این میرسیم به دوشک‌های اولترا پدیک که بابت طبی بودن استفاده میشه که این گزینه باز داخل محصولات ما هست. دانسیته 160. خود اسفنج اختلاف 8 تا 10 میلیون تومانی از دانسیته 27 کیلو تا 160 اولترا پدیک ایجاد میکنه. حالا گزینه اینوکول میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. این یک قطعه فیکچر مال تخت خوابچوه، آلیاژ. شما دقت بکنید آهن نیست، آهن ربا بهش نمیچسبه. هر بار آهن ربا رو بزنید نه جذب میکنه نه دفع میکنه. این اینوکول ترکیب آلیاژ نیکل و کرومه که به نام تجاری اینوکول داخل بازار موجود میباشد. میتونید داخل اینترنت هم سرچ بکنید ببینید اطلاعات بیشتر بگیرید. حالا با هم بریم چند تا تصویر خدمتتون نشون بدم، فرق پروفیل و اینوکول هم داخل تصویر خدمت شما نشون بدم که با هم ببینید.